اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چند روز اخیر فعالیت رسانه‌ایشان را شدت بخشیدند. هر روز یک یا دو نفر در فیسبوک با پخش مستقیم صحبت می‌کنند. موضوع صحبت بیشتر سر جنایت‌های حکومت تاجیکستان است. ببینید رحمانوف به روحانیان دستور می‌دهد، به گوش ما فتوا می‌دهد که آنها چه حکم کنند. با کارتوشکا پروران، با اکادمیک‌های ساحه زراعتکاری می‌فهماند که آنها چگونه باید کارتوشکا پروری کنند. با چمپیون المپی می‌فهماند که چگونه باید گوشت بگیرد. اصلا او تبدیل به یک علامه همدان شده است که خداوند میگه که اون کسانی که رساله، گفته‌های خدا، قانون‌های خدا و پیامبر را به مردم میرسانند و جز خداوند از کسی خوف و ترس ندارند. بزرگترین افراد این ملت به مانند آتاخان لطیفی، حبیب سنگینوف و حسدها و صدها هزارها، یعنی که مردمی که با شما آشتی کردند و وارد کشور شدند اونها را کشتید. پس خائن شمایید، خائن مخالفان نیستند. در پاسخ مقامات تاجیکستان اتهاماتش علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را افزایش داد. مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان در مطلب که روز 24 می نشر شد نوشت که حزب نهضت اسلامی بخش‌های خود را در کشورهای پساشوروی از جمله روسیه، ازبکستان و قرقیزستان فعال کرده است و می‌خواهد وضع در آسیای مرکزی را ناآرام کند. همان روز عبدالرحیم قهاروف دبیر شورای امنیت تاجیکستان هم گفت حزب نهضت اسلامی همراه با دیگر گروه‌های تندرو از جمله داعش و انصارالله در نزدیکی‌های مرز تاجیکستان پایگاه می‌سازد. روسیه، ازبکستان و قرقیزستان هیچ واکنش به اتهام جانب تاجیکستان نکردند. حزب نهضت اسلامی در پاسخ با انتشار بیانیه دعواها را رد نموده اظهار داشت که حزب هیچ برنامه برای بنیاد پایگاه نظامی در افغانستان یا هر نقطه دیگر ندارد. نهضت اسلامی در شرایط امروزه تنها راه مبارزه را در وسیله‌های مصالحت‌آمیز و مطابق به معیارهای بین المللی می‌بیند، آمده است در بیانیه. نهضت اسلامی گفت امام علی رحمان با پهن نمودن این نمود خبرهای بی اساس می‌خواهد توجه کشورهای منطقه را که از خطرهای واقعی افراطگرایی و تروریسم نگرانند به طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روانه سازد. این حزب مخالف خود حکومت تاجیکستان را منبع پیداشوی اکستریمیسم و تروریسم نامیده گفت. تاجیکستان کمبضاعت و فرو رفته در کروپسیا با داشتن یک حاکمیت خانوادگی نالایق و ناکام سرچشمه خطرهای زیاد از جمله خطرهای مربوط به اکستریمیسم و تروریسم باقی خواهد ماند.